8 توده تاجیکستان در امریکا با اتهام رابطه با سازمان‌های تروریستی دولت اسلامی یا داعش دستگیر شدند. در این باره روز سه‌شنبه 11 ایون سال 2024 با تکیه به منابعش در نهادهای حفظ حقوق ایالات متحده امریکا یک باره چند رسانه امریکایی از جمله NBC، ABC نیوز، فوکس نیوز و نیویورک پست خبر دادند. بنا به گزارش‌ها این 8 توده تاجیکستان در جریان عملیات مشترک اداره تفتیشات فدرالی و FBI، دپارتمنت امنیت داخلی و خدمات مهاجرت در لس آنجلس، نیویورک و فیلادلفیا دستگیر کردند. د نیویورک پست خبر داد که 6 تن از این 8 بازداشت شده زاده تاجیکستانند ولی شهروند روسیه اند. همه آنها از طریق مرز جنوبی یا مکزیک وارد امریکا شدند. از جمله 2 نفرش هنوز در بهار سال 2023 به اطلاع فوکس نیوز آنها را برابر عبور مرز حبس کردند، اما در اول نسبت به آنها یگان معلومات منفی پیدا نکردند. جوابشان دادند. به داشت ارتباط داشتن آنها بعدتر معلوم شده است فبر در طول چند ماه از پس آنها پاییده از جمله تلفن‌هایشان را گوش می‌کرده است. منبع د نیویورک پست گفته است که هنگام صحبت با تلفن یکی از آنها درباره بمب حرف زده است و احتمالاً سخن درباره آمادگی به حمله تروریستی به مثل حمله خونین سال 2013 در دو مارافونی در شهر بوستون می‌رفت. ترکش در مارافون بوستون در یادتان هست می توانست چنین یک فوجیه و یا حتی بدتر از آن دیگر باره تکرار شود، گفته است همصحبت د نیویورک پست. بر اثر حمله سال 2013 در بوستون 3 نفر کشته و 280 نفر زخمی شدند. اما فعلا به ضد 8 توده تاجیکستانی دستگیر شده رسما اتهام تروریسم اعلام نشده است. آنها را تنها به دلیل ویران کردن قانون مهاجرت دستگیر کردند و در بازداشتگاه خدمات مهاجرت نگاه می‌دارند و سندهایشان را برای اخراج آماده کرده ایستادند. در بیانیه مشترک فبر و دپارتمنت امنیت داخلی امریکا که به دست د نیویورک پست رسید چنین گفته می شود طی چند روز اخیر ماموران خدمات مهاجرت و باجخانه امریکا چند خارجی را با دستور مقامات مهاجرت دستگیر کردند. عملیات در هماهنگی زیج با گروه مشترک فبر اوید به مبارزه با تروریسم انجام داده شد. دستگیر شدگان در انتظار بررسی جریان اخراجشان در دست خدمات مهاجرت قرار دارند. اخیرا رهبر فبر کریستوفر ری در جلسه کمیته مبلغ گذاری های کنگره گفت برخی افراد علیحده و گروه ها از خاورمیانه برای حمله به ضد امریکا الهام میگیرند و به این سبب به امریکا نیز می توانند حمله های به مثل حمله خونین در تالار کنسرت‌های کراکو سیتی هال در کنار مسکو پایتخت روسیه تهدید کند. حمله روز 22 مارس در کراکوس 145 کشته به جا گذاشت. در رابطه با آن در روسیه بیش از 20 نفر دستگیر شدند که اکثرش زادگان تاجیکستانند. از این پیش روز 2 ایون د نیویورک پست با نشر یک نامه خدمتی خبر داد که به مرزبانان ایالات کالیفرنیا امریکا امر دادند که مهاجران از 6 کشور سابق اتحاد شوروی، روسیه، گرجستان، مولداوا، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان را که از طریق مکزیک وارد امریکا میشوند بلافاصله و بدون پرسش و چون و چرا از امریکا اخراج کنند. بر اساس این سند به مرزبانان کالیفرنیا دستور دادند که مهاجران بیش از 100 کشور دیگر خارج از امریکای شمالی و جنوبی را که از راه مکزیک وارد امریکا میشوند اجازه ورود بدهند ولی بدون ارائه حق پناهندگی. و اما مهاجران از روسیه، گرجستان، مولداوا، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان از حق ورود به امریکا مطلقاً محروم گردیده به مرزبانان کالیفرنیا اجازه دادند که آنها را از خط مرز عقب برگردانند و بازپس به مکزیک بفرستند. سبب از مهاجران بیش از 100 کشور دیگر جدا کردن و در شرایط بازم سخت‌تر قرار دادن مهاجران از شوروی سابق از جمله مهاجران تاجیک شرح داده نشده بود. یادآور میشویم چند وقت باز راه مکزیک به یکی از مسیرهای عمده برای انتقال مهاجران غیر قانونی به امریکا تبدیل یافته است. اخیراً از این راه برای رسیدن به خاک امریکا هزاران مهاجر از اتحاد شوروی از جمله از روسیه و کشورهای آسیای مرکزی به خصوص زادگان ازبکستان و تاجیکستان فراوان استفاده می بردند.